وعده میسپارم و به رهبر جوان ما مهدوی صاحبم صدا میکنم که کار اول ما و شما انشاءالله بعد از این جهاد کلان و بزرگ ما که علیه اشغال آمریکا بود به پایان رسید، جهاد آبادی کشور خود را آغاز میکنیم. و خود مهدوی صاحب محترم وظیفه دارین که اول کاری که میکنیم در بامیان که هموطنان ما در مغاره ششته، آنها را از مغاره میکشیم، برشان شهرک آباد میکنیم، برشان خانه میسازیم و آنها را آباد میکنیم در خانه. این وعده را باید داشته باشیم. مغاره نشینایی که شناسایی شده 144 فامیل است که البته مستحق به شلتر شناخته شده و در پروگرام‌های بعدی اگر جناب والی صاحب هم پیشنهاد دادند که بیش از 300 نفر رجیستر شده و اونا نیازمند به سرپناه هستند. ما امکانات بودجوی خود دیده ان شاء الله در سال‌های آینده پلان خواهد کرد. قرار است این شهرک که مساحت 12 هکتار زمین را دارد برای 144 فامیل مغاره نشین منازل رهایشی با هزینه $4000 آمریکایی مجهز با سیستم آب و برق، مسجد، مکتب، مرکز صحی و سایر امکانات رفاهی ساخته شود.